امروز ما در یکی از بهترین و مشهورترین رستوران‌های پاکستان در شهر دوسلدورف آلمان قرار داریم. پک تندوری اینجا با طعام‌های عنعنوی پاکستان و هندوستان مشهور است. اگر شما خوراک‌های تند و تیز و خوشبوی را دوست دارید، اینجا می‌تواند انتخابی بهترین باشد. بیایید محیط رستوران را نظر کنیم. آرایش داخلی با اسلوب شرقی ساخته شده فضای گرم و دوستانه دارد. از مشهورترین طعام‌های اینجا میتوان چیکن تیکا مسالا، چیکن تندوری، چیکن بریانی، باتر چیکن، لام کراخی، سیخ کباب و بهترین پیتزاهای ایتالیایی هندی در اینجا موجودند. این طعام‌ها در تنور و با مرچ‌های مخصوص آماده می شود که مزه خاص دارد. خب دوستان عزیز، این است منیوی این غذاها. از همه غذایی که خوش دارم چیکن تیکا مسالا است. چیکن تیکا مسالا. پشت این غذا را اول گرفته ما در تندور همچون گریل پخته میکنیم. بعد از اون گرفته در داخل دیگ با سس های مخصوص هندی آماده میکنیم. Thank you. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अभी देखते हैं अभी खाना इंशाल्लाह हो जाएगा. कितना मिनट में हो जाएगा खाना? 5 मिनट में 5 मिनट در مدت 5 دقیقه غذای چیکن تیکا مسالا درست میشود. Very good. خیلی غذای خوشمزه و غذایی که در فکر میکنی که در پاکستان یا در هندوستان غذا میخوری. غذا واقعا غذای خوشمزه است. اگر ویدیو به شما پسند آمد لایک، کامنت و آبونه را فراموش نکنید.